خیلی ساده است. فکر کن یه زمین زراعی خیلی بزرگ داری، 10 نفرم خانواده‌ات بیشتر جمعیت نداره. یه دونه میوه فروشی هم بیشتر تو شهر نیست که چون یه دونه است انحصار داره تو پاچه خلق الله میکنه. تو چیکار میکنی؟ میری به اندازه گوجه‌ای که نیاز داری تو همون زمینت میکاری. خیلی ساده است. حالا وقتی شرایط سیاست انقباضیه که میگن مرگ بر این یکی سگ تو روح اون یکی، چیکار باید بکنی؟ باید زمین اختصاص بدی، پنبه بکاری که مجبور نشیم واسه بافت پارچه بریم از ازبکستان و گلوبال چینی نقد دلاری وارد کنیم. خیلی ساده است. وقتی دلار میره بالا ما آچمز نشیم واقعا. تو این چند سال خیلی اونایی که وارد کردن جیبشون گنده شده، مافیا شدن، نمیذارن. در خدمتم. تقبل الله. نگم مافیا دعواتون میکنه. چشم. ما گردنمون از مون کود نازکتر میگن قطعش کنیم.